امروز پنجشنبه تو بازار خودرو چه خبر؟ قیمت روز خودرو و بالا رفتن دوباره یکی از محصولات کرمان موتور. آقا تو این بازار که هر ثانیه داره قیمتا بالا میره، کرمان موتور هم از آب گلالود ماهی گرفته و 200 میلیون تومان گذاشته رو بک ایکس3 و قیمتش رو رسونده به 1 میلیارد و 420 میلیون تومان. باید در مورد بک ایکس3 بگم که یک ماشین کاملا معمولیه با کیفیت ساخت پایین و توان موتور کم. اما دو کلمه حرف حساب دارم با شرکت‌های خودروسازی عزیز. به جای اینکه دغدغه‌تون بالا رفتن قیمت‌های ماشین باشه، لطفاً دغدغه‌تون تحویل دادن ماشین به مردم باشه. آره. از محصولات ایران خودرو رانا پلاس 880 تومان شده، 25 تومن افزایش قیمت. هایما اس7 پرو 2400 15 تومن افزایش قیمت. ریرا 1770 20 میلیون تومان افزایش قیمت. از محصولات سایپا اطلس جی 775 تومن 15 تومن بالا رفته. ساینای اس 620 تومن 10 تومن بالا رفته و کویک جی ایکس آر 655 تومن شده 10 تومن افزایش قیمت داشته. از محصولات مدیران خودرو آریزو 8 شده 3660 100 میلیون افزایش قیمت. تیگو 7 آل ویل درایو 3380 70 میلیون افزایش قیمت و اکستریم اس ایکس 3600 50 میلیون افزایش قیمت. از محصولات کرمان موتور KMC A5 شده 250 55 میلیون بالا رفته و KMC J7 2320 40 تومن بالا رفته. از محصولات بهمن فیدلیتی پرستیژ 7 نفره 3640 100 میلیون افزایش قیمت و در نهایت لوکانو L7 هم 3400 قیمت خورده 90 میلیون تومان افزایش قیمت داشته. دوستان پدال رو دنبال کنید تا در این روزهای حساس با اعلام نرخ روز ماشین ها در خدمتتون.